کمیته اولوی فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که طی شبانه روز گذشته در جنوب کشور یک مورد از سویلش بیرون برآمدن آب کانال و در نتیجه این آفت زیر آب ماندن خانه ها ثبت شده است. بنا به اطلاع این نهاد چوم 13 اکتبر تقریبا ساعت 19:40 دقیقه به سبب بالا رفتن سطح آب در کانال دهه حقیقت جماعت دهات وطن نویه فرخور آب از سویل این کانال بیرون برآمده بالای خانه های مردم فرو ریخت. در نتیجه این آفت 5 خانه ساکنان دهه حقیقت قسما ضرر دیدند. کمیته اولوی فوق‌العاده گفت خوشبختانه کسی در این حادثه آسیب ندیده است. برای جلوگیری از ادامه فروریزی آب کانال در مکانهای خروج آب با خلطه‌های ریگ سده‌های موقتی درست کردند. در جای حادثه کمیسیون اولوی فوق‌العاده نویه فرخور به کار پرداخته است و رفع عاقبت‌های این حادثه فوق‌العاده ادامه دارد.